اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد بی حد و ثنای بی اعداد به خدایی که نور ایمان داد. غافر است و رحیم و رحمان است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت بر رسولی که هست از او طاعت. نام پاکش محمد عربی، راه نماینده بزرگ و سبی. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، فرا رسیدن ماه شریف رمضان را برای همه شما از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگویم و از خداوند عاجزانه مسئلت دارم بار اله پروردگارا همه خوبی ها و نیکی هایی که در این ماه شریف قرار دارد برای ما و برای عالم اسلام استفاده بردن را نصیب بگردان. پروردگارا بار اله این ماه شریف رمضان را ماه پیروزی و نصرت اسلام در روی عالم بگردان و خداوند به شرافت این ماه بزرگ این وباها و بلاهایی که در روی عالم امروز تمام جامعه را به تشویش آورده اند، پروردگار بار اله این وباها و این یعنی بلاها را از جامعه دور بگردان و پروردگار اون شخصیت ها، اون مسافرها و مهاجرهایی که برادران عزیز ما چه در شهر مسکو و دیگر شهرهای غریبی که از این وباها یعنی بندگی کردن وفات کردن، خداوند اونها را غریق رحمت شایسته جنت بگردان، قبرهاشون پر نور، روحاشون شاد، جاهاشون جنت بگردان. پروردگار برای اونها درجه شهادت را نصیب بفرما و برادرهایی که از این بیماری یعنی بیمار هستند، پروردگار برای اونها شفای عاجل کامل نصیب بفرما. پروردگار تمام مسافرها و مهاجرهایی که از وطن دور هستند، اونها را در حفظ امان و نگه بدار. بار اله وطن عزیز ما را از این وباها، از این دردهای تبابت نشونده در حفظ امان و نگه بدار. آمین یا رب العالمین.